یا خدا، کاش من 20 سالم بود و این موردایی که بهت میگم رو میدونستم. اگه یه کاری میکردم با زندگی که معجزه باشه. اگر کسی رو میشناسی که جوونه و دوست داره زندگیشو بشناسه، این ویدیو رو واسش بفرست، چون قسم میخورم اونقدر بهش کمک میکنه که هیچ دانشگاه و درس و تحصیلی نمیتونه اینقدر بهش کمک میکنه. شماره 1، تنها بودن ضعف نیست، قدرته. یاد بگیر انقدر با خودت تنهایی بهت خوش بگذره که بتونی از این قدرت استفاده کنی. 2، عزیزم، تا شاگردی نکنی اوستا نمیشی، پس ابا نداشته باش از اینکه بری یه جایی حتی شاگردی بکنی که کار رو یاد بگیری. شماره 3، پول جایی نیست جز ذهنت و شخصیتت، پس سرمایه گذاری کن که ذهن و شخصیتت رو رشد بدی. این 4 خیلی مهمه ها. دختربازی، پسربازی، رفیق بازی، اسمش روشه، بازی. زندگیت رو به بازی نگیر، بازی چه نشو. شماره 5، تو تا وقتی بدبخت باشی و چیزی نداشته باشی هدفها معنی ندارن. به محض اینکه وضعیت خوب بشه هدفها خودشون به چشمک میزنن. ایراد از تو نیست، اوضاع رو درست کن. شماره 6، به هیچ عنوان راجع به زندگیت و کارت با بقیه صحبت نکن. 7، به خاطر حرف مردم جا نزن، اونا نون تو نمیدن، خدا میده. با خدا حرف بزن و از خدا و قلبت پیروی کن. شماره 8، به درد آدمای به درد نخور. دورتو جوری بچین که آدمهای به درد نخور که تو پست قبلی گفتم از زندگیت حذف بشن. و شماره 9، پیج من اشکان حریت رو داشته باش، چون قرار معمار ورژن قوی تر تو باشم. خیلی عشقیت. دمتون